واسا سلام بچه‌ها. از اون پشت فقط میگم این کراود چیه؟ عجیب غریب. دمتون گرم. عشق. عینکو بزن. ببینمتون. موزیکو میذارم من میکروفون نمیدم، میگم الان برم بالا برقصم، برم چیکار کنم ببینم. حالتون خوبه بچه‌ها؟ عالی. کل شب انرژیاتون خیلی بالا بود. حال کردم کلی از این پشت. منتظر بودم. برو حال کنیم چاک اولیه بریم بچه. ماشاءالله. آقا اینا صبر کنید سلام علیکم درست حسابی بکنیم اون بچه‌ها. بابا نفرتون. بچه‌ها دمتون گرم، انرژیتون خیلی خفنه. دارم حال میکنم. کی از کل اومدن؟ کی از شهرهای دیگه اومدن؟ مثلا شهرهای دیگه بیشتر اومدیم. کی از بیرون از آلمان اومدن؟ دمتون گرم. عشقی. برو بریم این چاکی بعدی بهتری کنیم بچه. برو بریم. همه قسمت ها حسین میخوام هم بخونین ها. ورس 3 رو باید بخونیم با شد منو نترسونم قفص میگی جرمم صدام مسخره است. هرکی دوست کردنم چرا آزاد هیچ رقه در عوض. منو نترسونم میره وقتی دستام همیشه زنجیره. هرچی مغز در میره اینجا منطق همیشه حق دیره. سرکو گرفتیم و ول نکردیم، چسبیدیم به کار گفتیم فکر نکرد. دیدیم کلی کارم ملت ایولم میشه سخت بود ولی حالا ایوله میهم تو رپر تو به همه تلفانم منم میگیرمش انگار که دروازه بانم تا میگیرم همه به پروازه با من تو همه کار تو بلدی دروازه داشتم میگم با شعرام مثل سفری مایی چیزی بشه پشت کل کشور داری. چرا کسی بخواد بگیرن تو ببری جا نمیشه یه وری حاجی بگی به یه وره جایی با حسین حالا کی دو دوست نره فرق داره یکم با دوست جواده دیر و زود داره و سوخت نداره ویدیو پاره میکنه دوست نداره. منو نترسونم قفص هرکی دوست کردنم منو نترسونم میره هرکی مغز در میره اینجا منطق همیشه حق دیره. سرکن شل کن ایست باز خیلی نرمون ریلکس کن اگه گیر داد بگیر بوش جب نده داشتم بذار ببینم چیه داستانه. استیلو ببینار خود پاساره دوتا میدیم قضیه میشه ماسمالش را که نهایتا داشتم خوابه توی پاسکال. چت نگو در رو عوض کن سابقه داری و منو بدتر از تو. راست میگی داشتم یادم نبو رب کردن جرمه همینه رفه را کردن اکثرن تو باز تو جمع همه خفن باز میخواد مجب بزنن قمر خواهی مال باز تو عکس دم حرم باز جواد و تک دم درم بشم صد سر رام میشک که طرفات میدم مثل بخیام صد تا سلفات میگم من تریاش میدری من یه بار دیدم گیر کنی توشون به جد کلای کار میدم. بچه این آهنگو تقدیم میکنم به توماج صالحی. من ترسترین آدمی که میشناسم. به جیغ بلند موسش بزنید. دمتون گرم. این آخری هم برید. نترسونم قفص بگی جرمم صدام مسخره است. هرچی دوست کردن است چرا آزاد میچرخه در عوض. منو نترسونم میله وقتی دستم همیشه زنجیره. هرچی مغز در میره اینجا منطق همیشه حق دیره. بس کن عشقی دوستتون دارم بچه. دمتون گرم. یعنی بدون قلوب میگم بعضی تو همه کنسرت ها میگم بابا عجب کراودی. واقعا عجب کراودی، یکی از بهترین انرژیایی که تا حالا دیدم. یکی به سلامتی خودتون. رضا پیشرو جاش خیلی خالیه. میخوام یه جیغی بزنی که دو دوبه صداتون بره بچه‌ها. یه جیغ بالا واسه رضا پیشرو بزن. جاش خیلی خالیه امشب. یه برنامه خفنم چیده بودیم سورپرایزی براشتون. با هم یه دونه پروژه داشتیم، یه اجرا داشتیم که متاسفانه نتونستیم بخونیم. یه بار دیگه واسه پیشرو بچه‌ها. دمتون گرم. حالا ببینم حالتون
خوب است امشب؟ مرسی مرسی. عشق ترک خالی امشب. مرسی مرسی. دمتون گرم. پیش خود برو بریم. الان سیکیوریتی میگم بخون بریم همه آره روزی میرسی به حرفام اشکال نداره بزا ستاره رو سرم بباره چرا خوبه همه هم سنا منم هم سنا پین روحیم من نگفتم تو مسیر خوبیم نه من صوفیم نه سفیر رومیم از جون میگم پین را جون میدم حالا تو بر ندو بهت رو میدم هر بری باد میاد از اون سو میرم هر جنونشون جوره از اون رو میگم بسا زور بگم تو کور بشن دستور بدم بسا بگن و گوش دادم بگم تو گور من بچه چخون من هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من چون که شور من شده پل عبور من روشن طول شب کل وجود من نیل نور من نوا با کور من با زد و زود هر رو قبول ظهور من اجازه دادی و راضی بودی باز بازی کن روزی میرسی به حرفام اشکال سرم به باره چرا خوبه نظر خوبه من ندارم تو نمیخوام علکی مثل بغلی تست بدم نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم احتیاجی نداره بیارم اسمشم بکن فکر یکم یادواره بهت بگم نوشتم عشق من کی نوشت مثل من میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم توی خماری خود توی مشکل بشم معلق رو برقه بشم نصف شب دود سنگینی دورم نصف وقت نصف دیگرشم وقت ندارم چت بشم اگه یه سد من نکنم فکر بشم میبیچنه تو کفل نفان اسم من همیشه عشق من شنیده شعر من همیشه عشق من جنیده شعر من بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم اونم باره تو رو همو بکی من بسپرم دوباره اشکال نداره بزا ستاره رو سرم بباره چرا خوابه بزا به خوابه نزا به خوابه ندارم چاره کل عمرم دنیا رو دور زدم دوتا چشم دوتا هم پشت سرم یه مش لاش خورد دنبال فرصتم باز بکشم اگه نکشم کشتنم دست ما نیست اینا برا ما هم بر زدم برد تو دستشون و ما هم کتمم اگه برد ازت دیگه دیر قور نزن بازم فرصت هست نکن فکر سول هستم وقتی میخونه و میگه کلاف از این ول وقتی میدونه و میره خلاف غریزه رفیق دیوونه و پیرش بدحال و مریضه ضعیف و بیجونه دیگه نداره نتیجه آره دست حال بابا دمتون گرم خیلی عشق این آهنگ همیشه یه جورایی تقریبا بیشتر از همه آهنگ حال میکنم چون که کراد همیشه خیلی حال میدیم بچه چی؟ کلامو بردارم؟ کلامو بدم؟ کلاتو بده خب یه چیزی بده کلامو بگیری دیگه نمیشه من اسپانی هم بده رسونه مجانی چیز دستی کسی چی عینک؟ آخه بذار بعد برنامه الان موهامون زیر اصلا حالته یه کلا بده یه کلا بگیر دیگه نمیشه یه کلا و یه عینک میگیرم یه کلا میدم سخت شکست چه فازی
عینک شکسته داداش، اینو میذارم کنار بهتون پس میدم. شوخی میکنم بچه، اونجا داد و ستد نمیکنم باتون، دارم شوخی میدم. آخر برنامه عینکاست که داره میاد همینجور. دمتون گرم. این برند آرتا شبیه برند آرتا میمون. آقا یه دقیقه دیگه واسه لباسی رو اینا میاد دوست. آقا چیزای صفر پرت نکنی، خطرناکه. ای بابا. آقا صبر کن اینو پلی نکنین. بچه دو تا آهنگ بعدی که میخوام براتون بخونم، معمولا این چکا رو نمیخونم تو کنسرت. امشب خیلی دوست داشتم بخونم، از چکای قدیمیه. از هر کدوم یه قسمت کوتاهشو واسهتون اجرا میکنم. و قبلش هم میخوام بگم ما تقریبا 20 سال پیش که این کارو شروع کردیم با بچهای نسل یک، خیلی وقت آرزو بود اصلا اجرا وجود داشته باشه. برای همین یه شب اینجوری که هستیم با توی میتونیم اینجوری تبادل عشق بکنیم. شما هستین آهنگا رو میخونیم بامون، بچهای نسل‌های مختلف و جای مختلف. بهترین جوابی که ما میتونیم بگیریم، یعنی ما ایران که نمیتونیم باشیم. برای همین عشق میکنم پیشتونم. دمتون گرم که هستین با ما عشق کنید. مرسی بچه‌ها. این دیگه اول داستان، اولین میوزیک ویدیوهای رپ فارسی بود. چیه حرف بزنیم چیه؟ باریکلا. برو بریم. آقا برو شاک بعدی. سرقسم ها تقریبا یک بار کلا خوندم تو کنسرت. دشت خودتون امشب میخوام بخونم. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. چون ندونستی بدون ما خدا سرشتیم، یکی دو دستی بخون ما چه ها نفشتیم. قلا به گوشت مثل لنگر به دریا، حافظ روحت مثل سنگر تو جنگا. حسن تشنامت تشنه خونم، نمیشم زیرا تا که یه روز بخونم. از روی کاغذ از توی هنجره صدا بلند شه تا که خورچ پنجره بکنم پرواز به اوج کوه. صافه باد و پا مسافره در بند و درکه. نفسم جنگه واسه نسیم خزر، شد تو دلم جنگه حالم چه وخیم امشب. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. امشب میخورم 100 تا قسم، زندش میکنم با رنگ قلم. اوکی. دمتون گرم بچه. آقا دمتون گرم. من برای ساوندچک اومده بودیم، یه سریاتون مثلا 5 بعد از اون دم در بودیم. اونا که از زود اومده بودن اول دم در بودن کیان؟ دمتون گرم، خیلی خفنی. شما معلومه فنای واقعی رپ فارسی هست. همتون هستین. حالا که آقا ما مسابقه نیست ولی دم شما گرم. ولی اتفاقا چرا انقدر زود اومدیم؟ عجله یا نه؟ بچه‌ها این آهنگ آخر منه. میخوایم باش بگاهیم سالن رو. قبوله؟ میخوام یعنی همه رو هوا باشیم آخریه. برو بریم. همه دفعه بالا باشیم. برو بریم. آقا مکس نده برون برو. ای نمیذاره سکته میندازه داداشم. هرچی و باش باشه سختی تو راش باشه خط من. هر جا که من برم خسته و درد در همراه من سفر خط من. هرکی که بام باشه هرچی و باش باشه سختی تو راش باشه خط من. هر جا که من برم خسته و درد در همراه من سفر خط من. بچه‌ها دمتون همه گرم. واقعا امشب خیلی حال دادین به تک تک ما.
یکی بچه ها میبرن پشت سرم گفتن عجب کردی انرژی خیلی بالاست. من منتظر بودم بیا ببینمتون. اومدم دیدم واقعا عشق خیلی عالی بود. پوتی شاید برنامه بزرگ داشته باشیم. بچه‌ها مرسی از همه تک تک بچه‌ها که امشب اینجا بودن. بزیلی، پوتی، سپی، علیجی کجاست نمیبینمش. سوالک عشق داداش بیا یه بغل بده ما رو صحنه بابا. پایداریه که با ما نمیده دیگه. خب من الان بس استندآپ کنم تا اینا تکلیف اینا روشن شه. چه خبر؟ اولین باری که عاشق شدی همسایه‌مونی شما؟ اصفهان؟ کدوم خونه؟ نه بابا عشق دمت گرم. خیلی چند سالت بود اون موقع؟ از من فکرم کوچیک‌تری خیلی نه؟ آره. بابا با آرنج نزن تو صورت همسایه‌مون. جونم بابا اینا کلاه منو میخواد. ما شاید یه اجرا دیگه داشته باشیم بابا. ما که باید سر همه رو یعنی میکنیم بابا بیا. هر کی گرفت لوس بازیه دیگه داری شیرم میکنم کلامو ول کنم دلم نمیاد. آقا من میندازم برو 1 2 آقا دیگه مال خودم شد دیگه افتادیم برش کثیفش. یه فرصت دیگه یک بار فقط برای یک بار برای همیشه یه فرصت دیگه این آهنگ با انرژی یه بار فستیوال باشه همه باشن نه هیچ کس پیشرو برای توی نسلیه کمه به نسلیه یه بار دیگه خط منو بری؟ چی؟ خط منو هستی؟ دیدی خط من واقعا 3-4 بار باید بشنوی. برو بریم. حالا دیگه حالا 2 بار میشه من برم اون پایین پیش بچه های نفر یه فرقی بکنه دیگه. یکی کلاشو یه اینک شکسته به من دادیم. برو بریم. هرکی که گم باشه هرکی یا باش باشه سختی تو راش باشه خط من. هرکی که من برم خسته و در بدر همراه من سفر خط من. هرکی که گم باشه هرکی یا ناخوناش باشه خط من. هرکی که من برم خسته و در بدر همراه من سفر خط من. سلام برای بچه هاش. یه دختره ناخوناش اصلا جر داد دست. سلام نه اوکی خوب نبا علی عشقای من دیدم تو گم بچه ها چه ویدیو کال با خالته خوب